حادزه‌ها یکی از آخرین جوامع شکارچی گردآورنده واقعی در جهانند. بدون تکنولوژی، بدون وسایل پیچیده، زندگیشون بر پایه مهارت‌ها، شهود و رابطه عمیق با طبیعته. اما یک مهارت هست که از همه عجیب‌تره: شکار عسل از زنبورهای وحشی. داستان از جایی شروع میشه که یک پرنده کوچک با صدایی خاص خودش رو به حادزه‌ها نشون میده. هانی گاید، پرنده‌ای که از انسان‌ها کمک میگیره چون خودش نمیتونه کندوی زنبورهای وحشی رو باز کنه. پس راه رو نشون میده. دقیق، هدایتگر، انگار معلمی که شاگردش رو به سمت جواب درست میبره. حادزه‌ها دنبال پرنده راه میافتن، از بوته‌زارهای خشک عبور میکنن، بالا میرن و هانی گاید با هر پرش و صدا نزدیکتر شدن به کندو رو اعلام میکنه. یک همکاری واقعی، بدون زبان، بدون قرارداد، فقط اعتماد. حالا نوبت حادزه هاست. بدون لباسای محافظ، بدون دستکش، بدون هیچ وسیله مدرن، با یک تکه چوب یا حتی با دست خالی کندو رو باز میکنن. گاهی دود درست میکنن تا زنبورها آروم بشن. اما باور کن خیلی وقتا حتی همین هم لازم نیست. چون سالها کنار این طبیعت زندگی کردن و زنبورها هم انگار این حضور آشنا رو پذیرفتن. حادزه‌ها عسل شیرین و طلایی رو برمی‌دارن و در کمال صلح محل رو ترک میکنن. حالا نوبت هانی گایده. او فرود میاد و موم، لارها و باقی مانده هایی که براش ارزشمنده رو میخوره. هر دو طرف سود میبرن بدون هیچ زیاده طلبی. این همکاری حیرت انگیز یکی از کمیابترین نمونه های همزیستی میان انسان و حیوان در جهانه. جایی که طبیعت و انسان هنوز با هم حرف میزنن. بدون تکنولوژی، بدون واسطه، فقط با احترام، تجربه و ارتباطی که هزاران سال قدمت داره. شاید این صحنه ساده به نظر برسه، اما در دنیایی که هر روز از طبیعت دورتر میشیم، این یادآوریه که همکاری واقعی حتی بین گونه ها هم ممکنه. کافیه گوش بدین و یادمون نره که ما هم بخشی از این جهانیم.